فیلم شمارش معکوس با یک واقعیت ترسناک از دنیای امروز شروع می شود. وابستگی شدید انسان به موبایل و اپلیکیشن ها. داستان از جایی آغاز می شود که یک برنامه عجیب بین نوجوانان و جوانان دست به دست می شود. اپلیکیشنی که ادعا می کند زمان دقیق مرگ هر فرد را نشان می دهد. بیشتر افراد آن را یک شوخی سرگرم کننده می دانند و بدون فکر آن را نصب می کنند. اما خیلی زود مرز بین شوخی و واقعیت شکسته می شود. اولین نشانه‌های ترس زمانی ظاهر می‌شود که کسانی که شمارش معکوس کوتاهی دارند یکی یکی جان خود را از دست می‌دهند. این مرگ‌ها تصادفی به نظر می‌رسند، اما شباهت‌های عجیبی با پیشبینی اپ دارند. همین موضوع باعث می‌شود مخاطب به تدریج متوجه شود که این برنامه تنها یک نرم افزار ساده نیست، بلکه دریچه‌ای برای ورود نیروی شیطانی به دنیای انسان هاست. داستان اصلی روی کوین هریس تمرکز دارد. پرستاری جوان، منطقی و مسئولیت پذیر که برخلاف دوستانش وقتی می‌بیند زمان مرگش فقط چند روز دیگر است، دچار وحشت واقعی می‌شود. کوین تلاش می‌کند با نادیده گرفتن برنامه و تغییر مسیر زندگیش سرنوشتش را عوض کند. اما درست از همینجا اتفاقات فراتبیعی شروع می شوند. صداهای مرموز، سایه‌ها، کابوس‌ها و احساس حضور موجودی نامرئی که همیشه او را زیر نظر دارد. فیلم به تدریج قوانین این نفرین را آشکار می کند. هر کسی که بخواهد مسیر تعیین شده توسط اپ را تغییر دهد، قوانین را بشکند یا از زمان مرگ خود فرار کند، توسط موجودی شیطانی تعقیب می شود. این موجود نه تنها جسم افراد بلکه ترس‌ها و ضعف‌هایشان را هدف قرار می‌دهد. همین موضوع باعث می‌شود فیلم فقط ترسناک نباشد بلکه جنبه روانی هم پیدا کند. کوین در مسیر تحقیقاتش با افراد دیگری روبرو می‌شود که قربانی این اپ شدند. هر کدام داستانی دارند که نشان می‌دهد بی‌توجهی، کنجکاوی و شوخی با چیزهای ناشناخته چه عواقب سنگینی می‌تواند داشته باشد. این بخش‌ها به فیلم عمق بیشتری می‌دهند و مخاطب را با ترس‌های مختلف انسانی آشنا می‌کنند. در ادامه پای یک کشیش با گذشته‌ای تلخ به داستان باز می‌شود. او کسی است که قبلاً با این نیروی شیطانی روبرو شده، اما شکست خورده و ایمانش را از دست داده است. حضور او باعث می‌شود فیلم وارد فضای مذهبی و فلسفی شود، جایی که مفاهیمی مثل تقدیر، گناه، انتخاب و اراده انسان مطرح می‌شوند. فیلم سعی می‌کند نشان دهد که این اپلیکیشن در واقع شکل مدرن یک نفرین بسیار قدیمی است که حالا با تکنولوژی قدرت بیشتری پیدا کرده.